نقب 35 سالگی استقلالیت تگی کمر با طول 2600 متر سومین شاهکار مهندسی در شاهراه آبگرم نورآباد است که به مناسبت 3 دهه استقلال تاجیکستان با کیفیت بی‌نظیر ساخته شده است. این نقب عظیم در کنار نقب‌های آریانا و وحدت، پایتخت کشور دوشنبه را به نواحی مرکزی، وادی رشت و ولایت دوردست بدخشان پیوند می‌دهد. این پروژه نه تنها گام بلند در توسعه زیرساخت‌ها است، بلکه هدیه ملی به مردم مناطق کوهستانی است. نقب استقلالیت، گذرگاه امید به قله‌های دور. در قلب کوههای سر به فلک کشیده تاجیکستان، نقب 35 سالگی استقلالیت تگی کمر با طول خیره کننده 2600 متر پس از نقب‌های آریانا و وحدت همچون نگین سومین در شاهراه آبگرم نورآباد می‌درخشد. این نقب که به مناسبت 3 دهه پر افتخار استقلال کشور ساخته شده، نمادی از بلوغ مهندسی و عزم راسخ تاجیکستان برای فتح قله‌های توسعه است. ساخت آن فصل تازه‌ای در تاریخ ترابری کشور گشوده و رویای دیرینه مردم وادی رشت و بدخشان را به واقعیت بدل کرده است. مهندسی در اوج هنر، غلبه بر طبیعت. ساخت نقب استقلالیت در منطقه‌ای با شیب‌های تند و لایه‌های سنگی ناپایدار چالشی فراموش نشدنی بود. مهندسان با بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان این نقب را با دقتی بیمانند ساختند. دیوارهای تقویت شده با بطن مسلح، سیستم‌های تهویه چند مرحله‌ای و روشنایی پایدار حتی در طولانی‌ترین تونل‌ها ایمنی را تضمین می‌کنند. این نقب گواهی است بر اینکه تاجیکستان امروز در دانش مهندسی تونل سازی همپای کشورهای پیشرفته گام برمی‌دارد. نقب برای پیوند تاریخ و آینده. نام این نقب 35 سالگی استقلالیت یادآور همبستگی ملی و دستاوردهای تاجیکستان در 3 دهه اخیر است. اتصال وادی رشت به مرکز کشور که روزگاری با سختی به پایتخت خود را می‌رساندند، پیام‌آور عدالت اجتماعی و توجه به مناطق مرزی است. مردم این مناطق که سالها احساس دورافتادگی داشتند، اکنون بسیار خوشحالند که به پایتخت کشور با آسانی رفت و آمد می‌کنند. این نقب تنها سنگ و سیمان نیست، نماد احترام به مردم این مناطق و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است. آینده در پس کوه‌ها. نقب 35 سالگی استقلالیت همراه با نقب‌های آریانا و وحدت تاجیکستان را به کلیدور ترانزیتی آسیای مرکزی تبدیل می‌کند. با تکمیل این شاهراه، امکان ارتباط سریع با چین از طریق گذرگاه قلما فراهم می‌شود. این پروژه علاوه بر درآمدزایی، موقعیت ژئوپلیتیک تاجیکستان را ارتقا داده و پیوند فرهنگی با کشورهای همسایه را تقویت می‌کند. بیگمان هر کامیونی که از این نقب می‌گذرد، نوید دهنده فردای روشن‌تر است. پایان. نقب 35 سالگی استقلالیت با نام پرآوازه روایتگر عشق مردمی است که کوه‌ها را به پل‌های پیشرفت تبدیل کردند. این سازه تنها یک گذرگاه نیست، یادگاری است از همت والای تاجیکستان که میگوید استقلال تنها پرچم افراشتن نیست، ساختن است و پیوند دادن. امروز این نقب‌ها از آریانا تا استقلالیت زنجیرهای از امیدند که تاجیکستان را به افق‌های تازه میرسانند.